در ظلماتی که خدا و شیطان جلوه‌ای یکسان دارند، از آنجا که این رمه قدرت پرست را ارج نمی نهیم، بگذار بوسه های ما یادآور آن بوسه هایی باد که یاران با دهان سرخ زخم های خویش بر چوبه های دار فقیه بر جای نهادند. سخنی به اعتراض درباره نوشته‌ای موسوم بیانیه برای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. هم میهنان همانطور که مستحضرید این جانب اصولاً سرگردانداری خامنه‌ای و شرکای شارلاتانش را به رسمیت نشناخت و هرگز به رسمیت نخواهم شناخت. امروز پنجشنبه 24 دی ماه 94 که در مقابله با ددمنشی‌های عوامل این رژیم بربرمنش 38مین روز اعتصاب غذا و داروی خود را پشت سر می‌نهم، با خبر شدم که مشتی یا به پرداز سیاسی نمای با هزاران رشته الفت به رژیم منحوس فقیه وابسته اند، مزورانه نام بعضی از مبارزان سیاسی زندانی از جمله نام مرا در پای نوشته‌ای گذاردند که هیچ گونه اطلاعی از آن نداشته و نه تنها آن را تایید نمی‌نمایم بلکه شدیداً تقبیح و مورد نکوهش قرار می‌دهم. هم میهنان تماس گیرنده زندانی میباشد. هم میهنان ضمن یکی دانستن نمایش‌های انتخاباتی رژیم منحوس فقیه با نمایش‌های انتخاباتی دوران قاجار و پهلوی و همراه با هشدار شدیدالله به کلیه دستاندرکاران این خباثت خودسرانه که از سوی بعضی از فروختگان در حق طرفداران انقلاب سوم یعنی انقلاب دموکراتیک ایرانیان روا داشته شده، بدین وسیله با تأکید مجدد بر تحریم نمایش‌های انتخاباتی شب‌های اسفند ماه سرگردانداری خامنه‌ای و شرکا مصرت به نام خود از پای نوشته چندشاور مذکور بوده پیشا پیش اعلام می‌دارم که در صورت تکرار چنین اعمال سخیفی این مزدوران خود طلب رژیم مزور را یکی پس از دیگری رسواتر خواهم نمود. ارژنگ داوودی، زندان رجایی شهر، بند 10، سالن 32، پنجشنبه 24 دی ماه 1394.